سلام از اونم خدمت همه بینندگان یا شنوندگان پیج رپ پانچ و تشکر از ادمینش که من رو دعوت به این برنامه کردن و تشکر از زحمت هایی که همیشه میکشه و حمایت هایی که همیشه از رپ دری میکنه. نام و تخلص مرتضی رضایی. اجده قوارم نمیخوره همچه اسمی میفهمم. خیلی از دوستای دیگه من میتونستم کلم بچه هایی که نمی هنرمندهایی که دوره بر ما هستن خیلی هاشان اگه نام اصلیشن ببینید اجده خودشان نمیخورن. نمیدونم چه رقم شده. و نام هنریم فراز هست همونطور که میدانید و معنی فرازم میشه اوج گرفتن، بلندی، ارتفاع، بر فراز و قلاها و همچین چیزایی خودتون بیشتر میفهمید. من متولد 4 میزان 1372 هستم که همون 30 ساله میشه و به زودی هم 31 میشون بخیر. محل تولد من تهران، منطقه جاده صاحب یا اسلام شهر. تحصیلات من خیلی در حال تحصیل بودم، همیشه در ایران که بودم دیپلم گرفتم، یعنی دیپلم هستم. بعد چند ترم هم دانشگاه خواندم ولی به خاطر که آمدیم سینا دیگه اعلا کردم. این طرف هم در آلمان هم تا ابیتوار خواندم. در کنار رپ مشغول کار هستم. بله خیلی فکر کنم خیلی همه دوستانی که در رپ دری هستن 100% شغل دارن، چون که خود رپ دری هیچ وقت نمیتونه شغل باشه فعلا، برای هیچ کس نشده تا اونجا که من خبر دارم. و من مشغول کار در قسمت فروش اجناس هستم. من از سال 2020 در رابطه هستم، همراه نامزدم و انشالله بخیر به زودی در روزهای آینده هم عروسیم است. اولین آهنگ رپ که گوش دادم از هیچ کس بود، اینجا تهرانه. اگر حق انتخاب داشتم فرانسه یا انگلیس انتخاب میکردم، چون واقعا رپی که از اونجا هست خیلی گویش لهجه جالبی داره و آمریکا هم طبعا اولیش بوده. اولین آهنگم سال 2012 بود، همراه شینکوت یا هم سرفیس پروداکشن به نام زخم که در یوتیوب ماندیم. من اکثرا در برندهای پوشاک برند خاصی رو طرفدارش نیستم، ولی چند تا برند هستن که خوب هستن: زارا، تامی، کلوین کلاین و چیزهای دیگه. چند تا دیگه هم هست نمیفهمم. عطر میلیون از و مدل موبایل هم آیفون همیشه بوده. تاپ 5 پلی لیستم با آفست، کوئبو، خدا بیامرز، تیک آف، تراویس اسکات and دریک. هدف اصلی از رپ عشق و علاقه‌ای که با رپ است، هدف دیگه نبوده، یعنی از همون اولم. بهترین آهنگ از نظر خودم همه آهنگام خوب است، یعنی هیچ وقت نمیتونم بینشون فرق بمونم. شاید بقیه بچه هم میتونه باشه، ولی اگه بخوایم بگم چون خانومم از آهنگ بلک بری زیاد خوشش آمده، بگیم بلک بری آهنگ آخرم. سبکی رو بیشتر میپسندی؟ طبیعتا ترپ. درخواست از شنونده ها، درخواست همه ما، من شخصا که فقط حمایت کنید، حمایت از هر طریقی که میتونید. دیگه دانلود نکنید خواهشن، حتی اگر
آهنگی رو دوست دارید یعنی حداقلش دیگه از یوتیوب آنلاین گوش بدید. دیگه این بهترین راه، کمترین کاریه که میدانید برای حمایت از آرتیست‌های مورد علاقتان بکنید. تعداد سینگل ترک یا آلبوم، تعداد سینگل ترک دقیق در ذهنم نیست. آلبوم که هیچ ندادم، ولی به زودی شاید یک آلبوم اگر بیایم با آلبوم میایم فکر میکنم. بیشترین اعتیادم تا به حال اگه بخوای حساب کنی دیگه همون سیگرت بوده دیگه، هیچ وقت نشده که نباشه. تعداد رپرهایی که تا حالا بهشون بیف داشتم من هیچ صفر بوده، چون با کسی تا به حال بیفی نداشتم، یا دوستانه بوده قضیه یا اصلا سمت ایگنور بوده، اصلا همی تو خیلی بهتر است نظرم، یا کسی هم تا به حال بر من نخواسته مزاحمت ایجاد کنه یا نتونسته نمیفهم چی رقم بگم، نبوده تا به حال نبوده. تا 5 سال آینده رپ دری را اگه این سوال قبلا میپرسیدید شاید خیلی بدتر میگفتم، چون که ناامیدوار کننده بود، ولی از 1 سال به بعد واقعا بچه های نسل نو، همینایی که سنشان کمتر است، واقعا خیلی استعداد دارن، انشالله حمایت شون و آینده درخشان میبینم اگر با همی سرعت و با همی کیفیت پیش برم. این رو که من نمیتونم خودم تعیین کنم، این رو باید مردم تعیین کنه یا دوستا تعیین کنه، ولی ما از همون اول که با سرفیس پروداکشن شروع کردیم کار، همیشه دنبال سازندگی بودیم، هر قسمی که میشد کمک کردیم، هر قسمی که میشد بچه ها را حمایت کردیم، چه از طریق موزیک ویدیو، از هر طریقی. از اول کریرم با خودم طبیعتا 10 میدم، چون که همه خودم ماندم برای چیز، اگر تا الان بوده، اگر نبوده که حتما مشکلاتی بوده، ولی همو 10 میدم. اگه زندگی من بخوایم یک کتاب بنویسم در نامش چی باشه، میگم که پرتلاش. بله، آخرین باری که حس خوشبختی کردم همیالی که در خانه هستم و پیش خانمم هستم، فکر میکنم خوشبخت‌ترین انسان روی زمین هستم و بدون از اون هم همیشه آدم باید یه حس خوشبختی رو داشته باشه، همین که تن سالم بزرگترین چیز به نظرم. رپ منبع درآمد باید دیده شود، ولی خب به خاطر که حمایت ها کمه در رپ دری زیاد نمیشه، ولی منبع درآمد هست. محبوبیت یا شهرت دوتایش خوبه، ولی من بیشتر محبوبیت دوست دارم، چون که محبوبیت برای همیشه خاطر میمونی، ولی شهرت برای مدت کوتاه. اگر به گذشته برگردم 100% همین مسیر انتخاب میکنم، همین کارهایی که کردم، همه اشتباهاتی که داشتم، چون از اشتباهات هم انسان درس میگیره، ولی حتما همین کارا میکنم دوباره. چند درصد مارکت و شنونده رو کار تاثیر مونده؟ خب نمیشه گفت تاثیر اصلا نمیمونه، یا هر کسی بگه من به بقیه کار ندارم، برای خود دل خودم کار میدم. نه خب همه طبیعتا از دل خود کار میدم، ولی تو کسی شنونده ای نباشه او هم فایده نداره، میفهمی؟ تاثیر داره، ولی 100% داره، ولی نه اوقات که راه ما تعیین کنه. 2 نفر از آهنگسازای رپ دری که من تازه شناخته نمیشن، تقریبا 1 سال میشه، کاش زودتر میشناختم یا نمیدونم بودن از قبل از که دارن کار میکنم. مقصد واقعا خیلی با استعداد هستن، یکیش که تاسمانی جان و بینکووا هستن، بینکووا 2 نفر هستن، اینا واقعا کارشون عالیست. علی ایتیچ زیاد آشناییت ندارم، کارهایشم گوش ندادم و میگم که نظری ندارم. ریل 47 ماجی ریل فکر میکنم باید در یک جمله بگم که بزرگترین لطف خدا در رپ دری بود که ریل به ما داد. ساهرم کارایش خوب است،
من دیگه نظری ندارم. زرتشت یعنی اکتیو بگیم، اکتیو و فعالترین رپرهایی که من همیشه دیدم در همه ای سالا، همیشه از هر طریقی همه روزها در فعالیت بوده، چه در یوتیوب، چه در فضای مجازی، چه در رپ، واقعا اکتیو. امیر هم از این پیش زیاد آشنایت نداشتم باش تا همین آلبوم آخرش، واقعا آلبوم عالی بود. امیرم واقعا کارش عالیست، خوشم میاد از کارش.